با این مقصد نوشتیم و برای خلق تقدیم کردیم. خیلی به همتون موفقیت برای کار. جفتی نوبتی از طرف دست راست پهلوان با کمربندی کبود و جلک کبود. شبرز از دهه تگرمی جماعت کمسمال بود. از طرف دست چپ پهلوان امام علی عبدالرحمنوف از دهه ششمون جماعت کمسمال بود. مرحمت. در نظر ما اولادای امردین پهلوانی ها انا دیده یک برآمد بعد چندین سال یک نفر معرفی کرد. امردین پهلوان بینیاد پهلوان بهترین خاکسار و با آداب و با فرهنگ و با فراست ناحیه بود. در تمام مسابقه ها سربلند میشد و بسیار خاکسار بود. ما امروز دعوت کردیم و ایش کردیم این هم از یک طرفی بهترین است که پهلوان رو پاس میدارن. نفهمیدم. در همین زمینه میخواستم یک چیز دیگر را به معلومات شما برسانم که در ناحیه نوروباد عین حال مکتب ورزشی فعالیت دارد که در آن تعدادی تا 600 نفر مشق‌ورزان از روی 7 نمود ورزش فعالیت می‌نمایند. با آنها 18 نفر مربی تمرین می‌گذرانند. بیشتر دستاوردهای ورزشگران ناحیه نوروباد طی 3 سال اخیر از یک نمود ورزش بیشتر به نظر می‌رسد. این نمود بوکسی موایتای یعنی بوکسی تایلندی می باشد که مربی بوکسی تایلندی همجا اشتراک دارد. غیرت و نصرت به نزدیکی عنوان فخری مربی شایسته جمهوری را سزاوار شد. یک قرصک به خاطر همین به این یکمی مربی در منطقه رشت است که با عنوان بلندی فخری مربی شایسته جمهوری تاجیکستان. یک قرصک به خاطر همین نصرت. این چنین استاد ورزش درجه بین المللی از نمود بوکسی موایتای بباشد. یک قرصک غالبیت با پهلوان کمربندی کبود داده شد از جماعت تگرمی. اما حجت تصدیق کننده که مربی شایسته جمهوری تاجیکستان از سنه 29 دکبر سال 2021 با اجازت شما با تنتنه سپرده می شود. یک قرصک. مرحمت. خیلی با یک شرط ورزشگران بهترین تربیت کردگی است. در موبایل نمی چیزا ما با را دسترس میکنیم. خیلی وقت سوتیر یک دقیقه بچو این دستاوردی بلندی ورزشگران ناحیه نوروباد است که در چورابینی ورزشی ما باید معرفی کنیم. یک دقیقه مردم. خب داده می شود شهادتنامه نامزد به استاد ورزش به مشق‌ورز محمد حافظ الله حیدر. مرحمت. نامزد به استاد ورزش از نمودی بوکسی موایتای. بو دیگرش. خب نامزد به استاد ورزش داده می شود به غیرت عمرعلی حکمت الله. استاد ورزش جمهوری تاجیکستان عاید به بوکسی موایتای اودینای اسماعیل محمد سعیدویچ اودینایف اسماعیل. یک قرصک استاد ورزشی جمهوری تاجیکستان عاید به بوکسی موایتای. این نمودی اعتراف شده است و سلامت باشید. خب این چونین نامزد به استاد ورزش به حسن عبدالمومن از نمود بوکسی موایتای. تبریک. یک قرصک به خاطر همین ورزشگران بهترین ناحیه. خب جفتی نوبتی و گلیم رقمی دعوت کرده می شود. پهلوان از طرف دست راست با کمربندی سفید جیلکی سفید ایامالدین از دهه ششمالان و از طرف دست چپ با کمربندی سرخ نجمالدین از جماعت سفید چشمه. مرحمت. جفتی نوبتی اوزی هم مینوت جفتو را چکنم اوزی کی امرا خب از مخلصان از تمام بگیم هواداران ورزشی گشتین ملی در اینجا پیشنهاد شد خواهش کرده شد که پهلوانان بهترین گرانوزن کلانسال شاروخ بوکی سایمختور پهلوان شاروخ پهلوان اونا پهلوانان نامداره که وزن زیاد دارند در ناحیه تربیت یافتند به میدان دعوت کرده میشوند. مرحمت. دفتی نوبتی از طرف دست راست با کمربندی سفید پهلوان شاروخ از دهه تگرمی از طرف دست چپ پهلوان موسی ایدهای دگایی. مرحمت. گلیم رقم یک.
نگاه کردم از گیرم محمد اومان کرد همه کدمه قصدن ای گیرم به یک گیرم بکشه حریفه آگاهیش بوده نترس دادن در گوه گوشتیم پیش از همه رفتار و کردار و آدابی نکه دارد بعدا او مهارتی کسبش بود داده می شود برای همخواه پهلوانو بسیار آدمای پرتوقتن خب مخلصان عزیز ما درباره گوشتین ملی حرف زدیم درباره بوکس موای تای حرف زدیم اینشونیم و معلومات شما میرسونیم که فوتبالبازان ناحیه نیز در مسابقه سطح جمهوری و بین‌المللی دستاوردهای بلند را نایل شدند و در سال 1986 تا سال 1990 دسته آزادار چشمه کمسمال‌آباد در لیگ یکمی چمپیونات جمهوری تاجیکستان با موفقیت برآمد نمود و حتی دسته دوم یعنی دسته احتیاطی در 2 سال مقام اول رو در جمهوری اشتراک نمود و در همون ورزشگاهی که ما بازی میکردیم تعداد قریب تا 2000 آدم مخلص جمع میشد دسته در لیگ یکمی جمهوری تاجیکستان برآمد میکرد با 2 هیئت خب این عین حال ورزشگران ناحیه در مسابقه بین‌المللی سال 2013 در شهر سوچی دولت روسیه مقام افتخاری سوم را نیز کسب کرده نمودند که این باعث افتخاری است سال 2015 در مسابقه جمهوری اوید به فوتبال به خاطر مربی شایسته کازاریان در ناحیه نورآباد برگزار گردید و دسته فوتبالبازان نورس ناحیه نورآباد غالب مسابقه و صاحب مدال طلایی مسابقه جمهوری گردیده بودند که در تاریخ فوتبال ناحیه این یکی از دستاوردهای بلندترین به حساب می رود. بله خوبجا پیشنهاد شد از طرف مسئولین مسابقه از پهلوانان گرانوزن کلانسال و خصوصا مهمانان خواهش کرده میشوند که به نزد ستاد داورا حاضر شوند برای قوازمایی بگیم قسمت نهایی را آغاز کردن برای که سالماشون هم قسم اساسیش ماندگی و همین خاطر خب جفتی نوبتی دادر کیمانوت نمیشه با طلبات جواب جواب 1 دقیقه پس اگر نبروید مغلوب حساب میشه تست تو خف که تو چیکار داری چی قدر میزنی تو چیکار داری دیگه یک آگاهی برای پهلوانی کمربند سیاه برای بسیار گپ زدن وقتی خوب گپ زدن ندارید اینجا دادر جفتی نوبتی پهلوان از طرف دست راست با کمربند کبود محمد زویشو از جماعتی مجخر و از طرف دست پهلوان با جلکی سفید نور محمد از جماعت سمسوری خدمت یک غالبیت داره یادت یک غالبیت داره در این پهلوانی جلک سفید در بین هرشون یک توفه کلان داور در میدان محمد جان حفیظов برآمد برای کار خب جفتی نوبتی
در گلیم رقم 1 پهلوان ای طرف دست روست بیستم با جیلک سرخ پهلوان شهباز از دهه پندوچی جماعت کمسمال بود. در طرف دست چپ پهلوان جانبک از جماعت خمدانی ناحیه نورآباد هر دوش در گلیم رقم 1 برای ریکورد نمیتونم شورجی کم چی برابر؟ کی؟ همین افتای صوت کن ایستانه سر شده شده ایستانه سر شده من در فیل کام در کنم چمی چون نمینه این اینجا شد اینجا باید بولا برایی سلامت و سربلند باشید. سلام علیکم مهمانای عزیز، هموطنان ارجمند، همه شما را به ناحیه نورآباد، ناحیه واقعا هم آزادار خوش آمدید میگیم. نوری دیده تاج سر قدم های شما. همه مهمانای عزیز که از شهر و ناحیه های جمهوری، از وادی رشت، از دیگر منطقه های تاجیکستان تشریف آوردید. همه شما را از نام رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نورآباد خوش آمدید میگیم. نوری دیده تاج سر قدم های شما و باعث افتخار و سربلندی های خیلی زیاد است که امروز تاجیکستان عزیز ما با پشتیبانی از سیاست پیش گرفته رهبریت عالی تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان روز تا روز آباد می شود، زیبا می شود و زندگی و روزگار مردم تاجیکستان با سعادت می گردد و محض همین آرامی و آسایشتگی، همین زندگی مردم تاجیکستان است که امروز ما و شما در یک لحظه خیلی خاطر ما. خب دوار حفیظов عمل یکم اجرا کرد و زور داد در حالت خوابیده. پهلوان با کمربند کبود غالب دانسته شد. تمام. جواب جفتی نوبتی هر کس روی حقیقت باید با بگذارد. جلو حلال زده کرد. بعد وقت عمل اجرا کردی. تمام. پهلوان از طرف دستی راست با کمربند کبود، جلک کبود محمد از جماعت صف چشمه، از طرف دست چپ پهلوان با کمربند کبود، جلک کبود. نجیب الله از جماعت مجخرف در بینشون یک توفه کلام مرامت. جفتی نوبتی هست یکم کس ای مردم گوش کنید. کارمندو التماس کارمندو حفظ حقوق مظفرов ای برادر هم بیا کدا دورتر در نظرم خصوصا با گلیم امید رویان خاک. جفتی نوبتی پهلوان با کمربند کبود، جلک کبود، از طرف دستی راست شاروخ از شهری روغون، از طرف دست چپ پهلوان با جلک سرخ، سرجلال از ناحیه نورآباد. و دوستان عزیز و گرامی، طوری که ما و شما احساس میکنیم امروز ناحیه نورآباد واقعا یک ناحیه کوهسار است. یک ناحیه است که مردم عزیزش مهمان نواز، دسترخواندار، مهر و محبت، زندگی شایسته و روزگاری با سعادت را در پشتیبانی از سیاست پیش گرفته پیشوای معظم ملت بر راه مانده است. این افتخار سربلندی همه ما و شما است که این آرامی و آسایشتگی کشور است که با زحمت‌های زیادی پیشوای معظم ملت به دست آمده است و امروز ما و شما در زیر آسمان صاف و بی‌غبار تاجیکستان عزیزمان زندگی و روزگاری با سعادت را پس سر میکنیم. همین چاره‌بینی که به واسطه ما و شما شاهد این رویدادی واقعا هم مهم تاریخی هستیم. این شاگر یا خود نشانه آن است که کشور ما آرام و آسایشته است. یعنی وطن ما وطنی میگن که وطن جان به پیش همیشه به پیش، ملک جانان به پیش همیشه به پیش، سخن پیشوا راهنمای ما تاجیکستان به پیش همیشه به پیش. تاجیکستان یک گوشه، این نورآباد یک گوشه تاجیکستان است. یک ناحیه است که واقعا هم احساس بلندی وطنداری و خویشتن شناسی، قلب سرشار از محبت ما و شما به این کشور پیوست شده است. این پیوستگی، این همدلی و این هم آیرا برایتان مبارکباد میگیم. سلامت و سربلند باشید دوستان عزیز و گرامی. واقعا هم امروز که ما و شما احساس میکنیم که در ناحیه نورآباد
یک چورابینی واقعا ورزشی برگزار گشته ایستاده است. یکی از شخصیت‌هایی که بسیار برای ما عزیز است اکای سیرحمان، یک نفری که واقعا هم با یک احساس وطنداری برای ملتش، برای ناحیه خدمت کرده است، شاگردای زیاد را تربیت کرده است و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نورآباد باور کردند که همین چورابینی را در چی میگن با عهده همین شخصیت بگذارن. این خودش یک نشانه افتخار یک جوانمرد است، یک جوانمردی که واقعا پهلوان است، یک جوانمردی که ورزشکار است، یک نفری که امروز میتواند این میدان ما را راهبردی کند، از روی حقیقت چی میگن پیشنهاد کند، سخنهای خود را بگوید، حقیقت واقعی را باید گفته باشیم. برای همین دوستان عزیز و گرامی من افتخار از آن میکنم که این چورابینی‌هایی که در ناحیه نورآباد برگزار گشته ایستادند، این همش یک سبب داره، یک سرچشمه دارد. هرچند که امروز رئیس ناحیه تازه به فعالیت آغاز کردن، نه اونقدر دورتر نشده است، همگی 3 ماه 4 ماه است، یعنی یک نوآوری کرده است در ناحیه، یک پیشروی شده ایستاده است. من از نام رئیس ناحیه همه شما را مهمانای عزیز، آنهایی که از شهر و ناحیه‌های مملکت آمدید، خوش آمدید میگویم. نوری دیده تاج سر قدم‌های شما، خدا کند که همین قدم‌های همه ما و شما به ناحیه نورآباد فیض و برکت، مهر و محبت و یک زندگی شایسته را فراهم بیاورد. حالا اکای سیرحمان معرفی میکنم، پهلوانه با سخنات دوام میتیم. مرحبا. تشکر زیاد برادر یورب احمد. ما با چنین متخصصان ورزیده که امروز در شبکه یکم تلویزیون رقم 1 است ما فخر میکنیم. عموما سرزمین نورآباد همین کادروی بالایقت با فرهنگ با دانش مهارت برنداشته را در جمهوری و بیرون از آن تربیت کرده است. هزار رحمت به شما برای کار. خب جفت نوبتی با میدان دعوت کردن می شود. از طرف دست راست پهلوان با کمربند سیاه فریدون از جماعت سمسوریق و از طرف دست چپ پهلوان با کمربند کبود رستم از ناحیه نورآبادی جماعتی کمسمولو بود. بله کنه میگه. خب مرحبا جفتی نوبتی تست خواهش میکنیم پهلوانای مهمان گرانوزن، نامدار، شهرتدار، عنوان و درجه دار به نزد ما اومده گوشتینه گرم کنید. دست از طرف دست راست جفتی نوبتی پهلوان با کمربند سفید سایردین پهلوان از دهه دیگه‌ای جماعت کمسمولو بود و از طرف دست چپ پهلوان دستور رسول پهلوان از دهه لنگر قرض هم جماعت کمسمولو بود است. برآمد در بیت دنیا هر دوش کمربندی سفید دارن. میگو که مصلحت کردن همونجا بود تکرار میکنم نمونه کمربندا باید فرق کنند هم دیگر خیلی جلک مایلش ندارن. یکی همین کمربند عوض کردن میشه بگو. مرحبا. دوستان عزیز مرحمت تماشا کنید. این قسمت ورزشی است، یک لحظه هست که خاطرمان است در زندگی و روزگار ما و شما، یک موقع خود را البته جاری میکند و این احساس وطنداری و خویشتنشناسی در زندگی و روزگار همه ما و شما احساس می شود. فرزندان واقعا با آر و ناموس، جوانمردایی که واقعا میتوانند امروز ناحیه ما را شهرتیار کنند در تمام تاجیکستان عزیزمان بسیار هستند. اینجا به من بسیار خوش آمدید میگویم اکای زیارت سعدلویف را، یک شخصیتی که واقعا هم بعد از صاحب استقلال شدن دولت تاجیکستان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رئیس ناحیه تعیین گردیدند و شهرت پیشینه ناحیه کمسمولآباد را برقرار کردند. ناحیه نورآباد هم یکی از پیشنهادهای زیارتشاه سعدلویف است که جناب عالی دستگیری کردند و کمسمولآباد را با نام نورآباد عوض کردند. یعنی نورآباد سرچشمه میگیرد، آبهای مصفا دارد. تمام نیروگاهایی که در تاجیکستان روشنگر خاندان مردم تاجیکستان است سرچشمه از همین نورآباد میگیرد. یعنی همین اکای زیارتشاه پیشنهاد کردند، پیشوای معظم ملت قبول کردند، کمسمولآباد با نام ناحیه نورآباد عوض شد. من همه شما را از همه شما خواهش میکنم که با افتخار زیارتشاه سعدلویف اولین رئیس بعد صاحب استقلالی تاجیکستان توانست شهرت نورآباد را در تمام دنیا معرفی کند. یک قرصک میزنیم و قدم‌های مبارک رئیس محترم را خیر مقدم به ناحیه نورآباد میگوییم و میگوییم بیا جان منور کن زیرویت مجلس ما را که در پیشت غزل خوانیم و در پایت سر اندازیم. با تو هستیم سربلند
ای کمسمال آباد من، ای مکان کوهسار و گوشه خاک وطن. این وطن ما و شما است، وطن تمام جوان مردای همین نوآباد است که امروز در سطح جمهوری تاجیکستان موقع خود را، محبت خود را پیدا کردند. رئیس محترم خوش آمدید زیارتشاه سرلوف، بهترین شخصیت، بهترین انسان، بهترین جوانمردی که فقط غرور ملی دارد، افتخار وطنداری دارد، خویشتن شناسی دارد. در برابر این برادرای عزیز و گرامی ما، دوستای نهایت عزیز، همشهریان، هموطنان عزیز من و شما، خوش آمدیتون. یک جوانمرد صاحبکاری موفق، یک انسانی واقعا پاکطینت و نکسریش، یک انسانی که در تمام چرابینی‌های ورزشی و در تمام پیشروی ناحیه نورآباد سهمی بسیار ارزنده دارد. یک انسانی که واقعا هم امروز میتواند نامبردار موفقیت خود در ساحه صاحبکاری باشد. اکای فردوس صفیف هستند اینجا. خوش آمدید اکای فردوس، سلامت باشید. جوانمردی خیلی زیبا، فرزند یکی از شخصیت‌های با نفوذ ناحیه نورآباد اکای فرهاد هستند. خوش آمدیدتان. ما هم با دستگیری با تشبوس به واسطه اکای فردوس واقعا هم به ناحیه نورآباد آمدیم. این جوانمردای واقعا صاحبکاری موفق هستند که نه تنها در ناحیه نورآباد بلکه در شهر دوشنبه در جمهوری تاجیکستان موقع مرتبه خود را دارند و افتخار از آن میکنیم که در پهلوی رئیس ناحیه ایستادند و امروز برای پیشرفتن ناحیه نورآباد، برای گلگونشکوفایی کشوری عزیزمان سهمی بسیار ارزنده گذاشته ایستادند. و همچنین صاحبکار دیگری موفق ناحیه دوست مراد صاحبوف، یک جوانمردی واقعا سخی، یک انسانی که برای شهر دوشنبه کار و خدمت‌های بزرگ کرده ایستاده است. بناهای بلند آشیانه را ساخته به استفاده داده ایستاده است که این هم یک جوانمردی زاده و پرورده ناحیه نورآباد عزیزی ما هستند. با افتخار دو صاحبکار موفق تاجیکستان عزیزمان همه کسا یک قرصک میزنیم، یک قرصک صمیمی میزنیم. دوستان عزیز میگن در را بکشا، بهار در پشت در است، عشق و هوس و خمار در پشت در است، یک زلزله آفتاب در دیده و دل، یک عاشق بیقرار در پشت در است. این عاشق بیقرار اکای سید رحمان است، بهترین ورزشگری ما که امروز کار و فعالیت خود را در کمیته جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان برای مانده است و شاگردای زیاد را تربیت کرده ایستاده است که از اینجا سرچشمه میگیرد. اینک باز اکای سید رحمان معرفی میکند پهلوانان برای شما. باز ما و شما البته در جریان صحبت خواهیم بود. مرحبا. رحمت کنم. خب جفتی نوبتی در گلیم رقمی 2 دعوت کرده می شود. از طرف دست چپ، دست راست پهلوان با کمربند کبود جلک کبود نامد نظرعلی از جماعت مجخرف. از دست چپ پهلوان با کمربند کبود جلک کبود که عمر از ناحیه رشت. در بین هر دوش یک توفای کلام گلیم رقمی 1 مرمت که دواره. خب جفتی نوبتی با گلیم رقمی 2 دعوت کرده می شود. پهلوان با کمربند سفید جلکی سفید اسمان از دهه 6 ولون و از طرف دست چپ پهلوان با کمربند کبود نجیبولو از جماعت مجخرف ناحیه نورآباد هستش. مرحمت. در گلیم رقمی 2 خب خواهش میکنیم مهمانان چندین مراتبه شد از همینجا مندم مراجعت میکنم که مهمانانی از دور و نزدیک تشریف آورده، یعنی از ناحیه های رشت، ناحیه توجک‌آباد، لخش، شهر دوشنبه، فیض‌آباد، ولایت ختلان، شهر دوشنبه، عموما از کدام نقطه که نباشد به میدان دعوت کرده میشوند برای قوازمایی با ورزشگران محلی. مرحمت. بله اینا با سعی مقدار میگم با شاروخ سعی مقدار اینا پهلوانای محلی ناحیه هستند دعوت میشوند به میدان. همین نجم‌الدین پهلوان یک خصلت بی‌نهایت عجیب بسیار عبرت‌آموز داشت. در میدان یگان وقت با داور 7-8 یگان گپی زیادی گپ نمیزد، چند مراتبه حریفش میخواست قدش گوشتین میگرفت. بسیار آداب بلند داشت. من خواهش میکردم که همین چنین آداب در پهلوانان ما نیست پیدا شود. خب امری داور پهلوان با کمربند سفید غالب دانسته شد. امری داور جفتی نوبتی. خب پهلوان از طرف دست راست با کمربند سفید جیلک کبود، شهباز از
деҳаи лангари ҷамоати комсомол буд. аз тарафи дасти чап паҳлавон бо камарбанди кабуд бурҳонов субҳуддин аз ҷамоати паҳлавонпарвари сафедчашма собиқ самсолиқ. марамад марамад аммо як вайтим салому алайкум ҷура сӯзи тинҷи ана паҳлавон аз тарафи дасти рост бо бигем либоси варзишӣ савз қарор дорад. номуд саймихтор аз ҷамоати ҳакими ноҳияи нуробод. марҳамат кадоме талабгор аст ана майдонда мешина. марҳамат паҳлавоное ки сатҳи баландтар доранд ба майдон аллакай ворид шуда истодаанд. ориф паҳлавон аз ҷамоати муҷахарф ба майдон даъват карда мешавад. хоб аз шахсоне ки мехоҳанд барои паҳлавоношон ягон амали иҷро кардаи паҳлавон дар гилеми рақами 1 ҳалол баҳогузорӣ карда шуд. як қарсак мардон мухлисон ҳамин пушти қарсак дорад амали иҷро кардаи паҳлавон. хоб ҷуфти навбати паҳлавон бо камарбанди сафед ғолиб дониста шуд. хоб ҷуфти навбатӣ ҳамин бача бо либоси карате до омадагия се боши такрор мекунам. бача иҷа бартара карате нест иҷа гӯшти най бара либоса эваз ки бабиё мумкин нест тез ки бача ту як точки ана. хоб ҷуфти навбатӣ че дамобайнаш я бигия уҷа аз тарафи дасти рост паҳлавон бо камарбанди кабуд ҷелаки сурх аз рустам номдошад ай қишлоқи севак ҷамоати комсомолобод. аз тарафи дасти чап паҳлавон бо камарбанди кабуд ному чия абубакр аз шаҳраки дарбанд. аз шаҳраки дарбанд хай ноҳияи нуробод ҳазш. маравад ки ай тарафе бо омадина бо киманои иш теквандои теф оқпеша касе бе нафаҳма. ассалому алайкум. аз ноҳияи нуробод ташриф овардасем ака. ҳама дар назди ман ориф паҳлавон қарор дорад ба майдон ташриф овард. марҳамат кадоме хоҳиши гӯштин гирифтан дорад. ориф паҳлавон дар майдон мешинад интизор мешавад кадоме даъвогар аст. марҳамат ҷуфти навбатӣ дута паҳлавони номдор дар майдон ҳарифҳои худшона интизор ҳастанд. марҳамат аз ноҳияҳои ҳамсоя ё аз меҳмонҳо кадоме хоҳиши гирифтан дошта бошад марҳамат ба назди паҳлавонҳо хушна ҳозир кунанд. охи 10 бошид шорух гуфтастем шорух сеюм чорум бошид даъват кардастам ба майдон. ама хак қаҳрамони бозиҳои олимпиам агар набошиям бояд як бор биёй. хоб ҷуфти навбатӣ ба майдон даъват карда мешавад. аз тарафи дасти рост паҳлавон бо камарбанди кабуд ҷелаки кабуд номуд фарҳод аз ҷамоати муҷахарф. аз тарафи даст чап паҳлавон бо камарбанди сурх наҷмуддин аз ҷамоати сафедчашмаи ноҳияи нуробод. марҳамат гилеми рақами 1 паҳлавони камарбанд ба ду паҳлу ғолиб дониста шуд. хоб шорух хай паҳлавонҳо камтари хел шарм мекашанд бисёр ба камтараки хел бигем бо камкинанд баъд кам пуртоқатанд. ба ҳамин хотир ба хотири паҳлавон як қарсак. марҳамат дар майдонда шоруха даъват мекунем рафта дар оҷа пишина паҳлавонша интизор шавад. мегафон исмоил азар закерм басмон ҷон мухлисони азиз, ман дар аксарияти ноҳияҳо шоҳиди он ҳастам ки ҳамин паҳлавонои меҳмона
یک زل گوشتین میدارن این ندرست است. پهلوان بعد رقابت باید 15 دقیقه استراحت کنه به میدان بره مطابق نظامنامه و مهمان خدیه فرق نداره. بازم یک بچه غالب شد میرود مثل انو طلبکار 15 دقیقه پس هم بچه را دعوت میکنن میبرن گوشتین میگیرن. ایروی عدالت ای چیز او گوشتین سنتی بود به ترتیب قاعده بود. حاضر ترتیب قاعده داره گوشتین ملی. جفتی نوبتی کیه جا؟ جفتی نوبتی کیه؟ نوبتی با میدان دعوت کرده می شود. اینجا ارالش کرد کم ترک فخردین اینجا آدم زیادی نمونه نفت حکومتی روز میکروفون هم میمونه میبرم اینجا. خب پهلوان با جیلک سفید عمر از دهه شادمانی ها از نویه نوراباد عمر روندوری ها ابوبکر از نویه نوراباد با کمربند سرخ از طرف دست چپ با کمربند سیاه و جیلک سفید عمر از دهه شادمانی نویه نوراباد 4 تا غالبیت داره همین بچه ها لیکن کم ترک و گپ زدن گپ آدم چی کن فهمیدی با مرامت. خواهش میکنید کارمندان حفظ حقوق همه آدمای زیادی شخصایی که خیلی میدونن خلال میرسونند در شورابینی التماس همین را همین میدان کمتر دورتر برای که اخی نمیشوه ایش که میگن یوشیا چون میکنه اینجا